ساکنان و کشاورزان شهر لوکان با جانبداری از دستور سپارش‌های پیشوای ملت امروزها هر پارچه زمین نزد حولگی را پرثمر استفاده کرده در تطبیق هدف مهم استراتژی کشور تامین امنیت عضوخواری سهمی ارزنده گذاشته ایستادند. نتیجه زحمت صافدلانه به زمین میتواند به گرفتن حاصل فراوان نائل سازد. این است که ساکنان مهنت‌دوست شهر لوکان در برابر تامین احتیاجات عائله خود همزمان بازارهای محلی را با محصولات گوناگون کشاورزی غنی می‌گردانند. همساله از حساب برداشت حاصل کشته‌های نزد حولگی ساکنان شهر لوکان برای زمستانگذرانی مواد غذایی و هر گونه خورش‌ها و کنسروها آماده می‌سازند. ما زنای دهات هر سال ذخیره زمستان کرده این زمین‌های نزد حولگی خودمان پامیدور، بادرین، تمام محصولات‌های زمستانه ما انجام میکنیم که در فصل زمستان ما با همراه فرزندانمان تنقیصی نکشیم. در زمین‌های نزد حولگی ساکنان دهه تاجیک‌آباد شهر لوکان نشأونمای همه گونه زراعت و سبزوات خوب به چشم می‌رسد که این از دلگرمی به زمین و مهنت با ثمر باشندگان آن درک می‌دهد. بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پیوسته جهت استفاده درست زمین و ذخیره مواد غذایی بین زنان کارهای فهماندهی را به راه می‌مانند که این در بلند گردیدن روحیه مهنت‌دوستی آنها مساعدت کرده است. زنان و بانوان شهر لوکان زنهای خانشین از یک حاصلی که در زمین‌های نزد حولگی تا 400-500 بنکه را ذخیره به زمستانشان تیار می‌کرده می‌مانند. سفرما خدیر و ساکن دهه نوآباد جماعت دهاتی وحدت از 10 ساتیق زمین نزد حولگیش همساله تا 500 ظرف شیشگین افشوره و خورش‌های گوناگون آماده می‌سازد. عین زمان اهل این خانواده به محکم کنی بادرینگ و پمیدور مشغول بوده می‌خواهند حاصلی در زمین بوده را با پورگی کار کرد نمایند. این زمینی نزد حولگی خود زراعت میکنیم، کارتشکا پیاز چسنک روزگار زندگی خودمون بیاویم، زندگی را به پیش میبریم. بانک ها محکم میکنیم، کنسرو میکنیم، بادرینگ محکم میکنیم، پمیدور زیاده 500 بنکه برای خودمون محکم میکنیم. مورد ذکر است که این زن کردان در چند مرحله زمین را استفاده کرده از یک قطعه 3-4 مرتبه حاصل به دست می‌آورد. طور مشاهده شد در زمین نزد حولگی او حاصل پمیدور، قلنفور شیرین و تیز، بقلاجان و دیگر سبزوات فراوان بوده همه روزه در شکل‌های گوناگون خورش‌ها را بسته‌بندی و ذخیره می‌نمایند. این موسم ساکنان در برابر جمع‌آوری حاصل خوب محصولات‌های کشاورزی از حساب درختان میوه‌دهنده نیز حاصل دلخواه گرفته آبیوه و افشوره‌ها آماده کرده برای زمستان ذخیره کردند.